بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان گرامی، به برنامه ما در زمینه پرورش حیوانات، تغذیه و مدیریت صحت خوش آمدید. از نگاه زراعتی متنوع افغانستان، مالداری ستون اساسی زندگی روستایی است. امروز ما بهترین شیوه ها را برای افزایش بهره‌وری و سلامتی حیوانات شما ارائه می‌کنیم. پرورش مؤثر حیوانات به انتخاب نژادهای مناسب برای محیط و نیازهای شما آغاز می شود. در افغانستان این به معنای انتخاب نژادهای است که به شرایط اقلیمی و زمین محلی مقام هستند. انتخاب نژاد مناسب حیاتی است. به عنوان مثال در مناطق کوهستانی نژادهای مانند گوسفند افغان انعطاف پذیرتر هستند. تغذیه کلید سلامت و بهره‌وری حیوانات است. یک رژیم غذایی معتدل رشد سالم، تولید مثل و تولید شیر را تضمین می کند. ایجاد یک ترکیب خوراکی شامل غلجات محلی، علفه ها و مکمل ها ضروری است. یک رژیم غذایی مغذی که به نیازهای خاص حیوانات شما سازگار شده است می تواند به طور قابل توجیهی بهره‌وری و سلامتی آنها را افزایش دهد. مدیریت سلامت شامل بررسی‌های منظم، واکسیناسیون و تداوی به موقع امراض است. تنظیم یک برنامه واکسیناسیون برای پیشگیری از امراض رایج ضروری است. واکسیناسیون و نظارت منظم بر سلامت برای حفظ جمعیت سالم حیوانات ضروری است. حالا بیایید به فرمولیشن خوراک بپردازیم. ترکیب مواد محلی مانند جوجواری و رشقه با مکمل ها ضروری یک رژیم غذایی معتدل را تضمین می کنند. از زمانی که شروع به ساخت خوراک‌های مال‌های خودم کردم، رشد و سلامت بهتری در حیوانات‌هایم دیدم. یک عمل جامع به مدیریت حیوانات، پرورش، تغذیه و سلامت را به عنوان جنبه‌های مرتب با هم در نظر می‌گیرد. این باعث به بهره‌وری بهتر، محصولات با کیفیت بالاتر و شیوه‌های زراعتی پایدارتر می شود. این شیوه‌ها اطمینان از سلامتی کلی حیوانات را فراهم می کند که کلید موفقیت هر پیشرفت زراعت است. پذیرش این شیوه‌ها پیشرفت مدیریت حیوانات را برای آینده تولیدات بهتر و پایدارتر زراعتی در افغانستان هموار می کند. بیایید به سلامتی حیوانات که بخش جدایی ناپذیری از معیشت و جامعه ما هستند متحد شویم. برای کسب اطلاعات بیشتر و کمک در زمینه مدیریت حیوانات به مراکز پشتیبانی زراعتی ما مراجعه کنید یا منابع آنلاین ما را بررسی کنید. دوستان عزیز، تشکر از توجهتان.